صدا میکردی ببین جان بر تبدیل میکردم اومدم من بالشتم یک بالشته با ما گاه یک بالشته میدین گاه یک بالشته پوشاش یک رنگ است بیبی جان از او خاطر تغییر میخوره سنگ واری بود بچه بده بالش تو خود جداست رفتارت کمکی نی از 0% تا 100% تغییر اصلا اصلا خراب نکن گپت سنجیده بزن دیگه گپا رو یاد نکنیم اما آخرین بارت باشه آخرین بارت ما همین گپ ترا کنیم مادر ما تا جایی که فکر کردیم یا خیلی مردم عادت ندارن این جانب بخیر صاحب یه جایداد مملکت میشه و ما آسانات خودم همینجا گفتیم بازت بره دادان کلکین از وای یگان کارا کنه که جنگ از این دو نفر انت بچسب از خواب بیا سلما مرا خوشم نمیه اینم جنگ از اون دو تا بچسب که بر ما شما یک موره شوه بیا میگم که ما گوش نشدیم که میارن برم نمیارن بیشتر گفت که دیگ ندارم مادر دیگو خلاص شده میفهمم بچه ما هم در نمی حالت هستم بچه بس خاطر تو خیلی چیز گفتن همینطور میگم باش که تو جگرت خون نشه سر جنازه‌ش هم نبودم بیبی جان حتی در مورد بار آخر هم نتونستم ببینمشان چطور کنم تو خیلی والا اگر دوست داشته باشی ما دوستت داریم بسیار دوستم داری والا ما گیر کنی گپای چیز میزنه من خلاص یگان خبر میشم ما دوستت داریم میایم پیشت کدام روز خانه ما آمدی شیشتی مادر جان گفته زن ماما جان گفته آرزو من رو که مصرف کنم دختر چرا نان در پلاستیک میمانی چرا در دیگه نان نمیمانی نرم باشه مادر قاب میشه خب همین کی کام وردار بچه نه دیگه که بس از بچه زیاد خورده شد خیر بینیم دخترم خیر بینیم چقدر سر ما میخورانی نان بس ما نیست راستی مادر ببین چی شد ببید بچه میره میگه که زن کاکای چیزی میگفت زن کاکای از ما آشپزخانه آمد گفت در خانه از یه چیز پیدا نمیشه و چیزی نیست گفت بیا که میریم گفت بیرو بریم کشیدیم در اینجا ما صدایش شنیدیم بریم گفت کباب خوردن چرا که میریم کباب خوردن کباب بخوریم خب بر ما گپ نزد 2 3 تیم 4 تیم نان میخوره زن کاکای او رو ندیدی اجدار ور نان خورد اصلا دلش کباب شده بود اما قسم با نمیکرد بیبی تا مانم تو بیرا کرد بیا که بریم بیبی تا گفت ما کباب میخورم گفت بیبی پیسه داشت که کباب خب بردش زن کاکای تو بریم کباب خوردن دلم شده رفت اون کتسن دندان داره حالا بعد چی خاله نه کباب میخوره که داره دندان خدا رو قدر خو رفت خیر ما هیچ خبر نداشتم بیم رفته وقت برام نه من شنیدم گپایشان شنیدم قرار خدا گفتم بانک دیگه هر جایی که میرن دلشان خیر مادر تو را گفته بود اگه کجا رو میپردیم که ببینیم شد موضوع همین چی تو کردی بچه من راستی رفته بودم برای جان امید که امید بگویم
خب که بیرو برآمدم بازم گپای شما یادم آمد و که گفتم مالی اکثر صدا نشه جنجال جور نشه باز از امو خاطر چیزی نگفتم پس خانه آمدم. میگفتی مادر خلاص میکردی این موضوع را. خیر حالی میرم بچم نه بیبیت خانه است نه زن کاکایت خانه است. باید از ماسنات بگویم که اینی طرفه دروازه رو واز کنم به خاطر این دروازه که واز آساسا انشالله ای دیگو خانم با گپ ما میکشه حال از زیر تا شو بالا شو جنجال چرا زیر دروازه نرم ریز پای دردم هستم یگان میشه که وقت نوقت از این دروازه درم یک آسنات خود دیگه ببینه مادر خودک چی میکنه چی نمیکنه حتی رقمی که بره گوشه است نمیبینه مادر خودک مادرش اونجا چی میکنه چی میخوره درباره ما چی تبصره و چی گپ دارن. آمدی گلم میخواد؟ آمد جان صدا داشتی؟ گلم میخواد کجا بودی؟ در آشپزخانه بودم کم کار داشتم گفت مریم. خلاص کن. خلاص شد. مانده شدی؟ کاش خیمیز من میامدم کارم میکردم. نه چرا تو میگی؟ خب مانده شدی بچه؟ نه خیره نگالوی. یک چیزه که باید گلم میخواد. چی همه جان؟ خنده میخواد. حالا می تو خود دختر رو مخوانستی نه؟ بیگانه خود نیستی در خیده یولی خود ما شما کدام مرد مدد دیگه خود نداریم اوی همه جان اگر فردی نیست خود گفتی اگر تو هم داماد مثل اولاد میباشه اولاد و خانه شده همه طرست یا نه حالا میتون پای درد است شما شکر جوان هستین از ایلاتا میشین بالا میشین براتون معلوم نمیشه همه پیر است نه میتونه تو بالا زینه نیست چرا پیر باشی؟ اینجا زینه نیست پای درد کمر درد که من تو بالا سری درازی بلند میتونم زینام نداره راست میگم من گفتم قربان سر چم گلم میخواد مادر تبو کلیس نواز کنه که از اینو سو بریم بیایم جانم میخواد راست میگه او سرای ما دور ایسو خوب است یک قدم اکلا چرا میده فکرمون آمد یادت رفتنه؟ قربان دختر خود شو تو دخترم هستی اوی همه جان وام ترا مریم بار دوست دارم مریم بار دوست دارم فهمیدی؟ خواه میمسته گوی؟ جانم میخواد فهمیدی؟ من خود میفهمم که دختر من میتونم ماسنات بگفتم میخواد میکنم فقط پیش مادر بچم برو بچم بیسا جگرخونی نکن چیزی که رضای خداوند است اونمو رو قبول داریم این برف زمستان سر کل بامبا میریزن این شطور سفید پشت هر خانه خو است از مام پدرم بود مادرم بود رفتن دیگه بغیر دی که صبر کنی دیگه کدام چاره نداری قبول است بابا اگر جان جگر خونی کنی عشق بریزانی اونا رو نارام میسازی بچیم نه گپ قبول است بابا جان قبول دارم خود دل مدمی بسیار درد کرده که حداقل بار آخر خود میدیدم شان حداقل جنازه‌شان خود میدیدم قسمت نبود که بار آخر ببینی دیدار مامان تا قیامت بابا جان یادم پدر دیگه قسمت هم بود گفته بابیت که چاره نیست باید چی کنیم امیر لحظه خداوند جان خود ما رو بگیره خب به هیچ جاب نمیشه پدر جان تو خود میگی دیگه خودم که نباشم نمیشه چیز از دستت میآید نمیمون تو دروازه سکتر بریم بابا جان برو دروازه دیده کی هست؟ کی هست؟ دوستاست میآید کلگی دیگر خونه است نه تنها فامیل موتو نه بازی قنقه خوب بود که همیشه این جگه می بود میرم بجانش برش به خوبی میفهمانمش که به خوبی میفهم مادر من خزم خاطر میم جنگ دعایتون میخیزه خب بازم برو خیره بگوش میگمش دیگه سر صدا دیگه چرا برای بچیم خانه است قوالیش به نام خود ماست به نام پدر از شوند خوبی کردی اینا که بری باز جنگ دعا نمیکنه که مرا میکشه از خانه نه دیگه چی جنگ دعا کنه میگه خانه بیادر خودم است مادر اون ما همین قوالیش به نام کیست قوالیش به نام تو است مادر خب بس دیگه چی حق داره سر پیاز بیخ پیاز چیکاره دیگه بس از دیگه اینم امارات کردم برش ما آرزو که دفعه رفتیم به خاطر زمین گفتیم همین ما بگیم که برای خانه از بیادرم است ما حق دارم اون اتاق گفت بیادرم به نام مکده اون یک طرف اولیره خود دور حالا چی بگم دان مرد تور میتی هیچ حق نداره هیچ خانه رو بنامش نکه بس از من دلسوزی کرده آوردم ما را آستین شد برم دختر مرا نامبد ساخت ما را نامبد ساخت دختر ما گمراه کردن تاویز تومور کردن دختر ما سر بچه چرسی و پودری خود سرخ کرد گریختان دختر ما از خانه دیگه بشانم کال زندگی دیگه دخترای ما خراب کنه
بس از کاش که یک لحظه اول می‌داشتم کمیم برای خب باز اینا لگه جنگ و دعوایتون بخزید چی خب من میفهم که نمیبره مجبور به زور بکشیم بس از دیگه از حوصله خب نمیفهمم از کلکین بکشی از دروازه میام بیازو میشه پدر پتکایی همون طرف اولی رو بنامش کرده باشه ما چی خبر داریم مادر ایت نکده بیاز مادر خورش میشه چی تو نکده خورش از بیگانه از ما تو کده خور خدا زیاد دوست داشت فهمیدی گپا گوش کو پیش مادرت برو بگو مادر جان بگو ما مردم عادت نداریم اگر بگو داریم بگو فردین خب بگو بیگانه نیست دامادی خانه است مثل بچه‌ای تو است خدا نکنه یک جنجال یک کار سر شب اول تا که فردین نداره دیگه کس نمیه پیشت کی دقیقه کس میباشی این هم دامادت هم بچه‌ت حال مادرم میمونده باشه اینجا رو باز کنیم بگوی شد تو بگی چون ما مسلمان گفته تو میکنه گله میخواد تو خود دختر خوب خانه هستی دو خانه ما و گوشت کار جور شده نه شده یک 4 روز بعد با سعی که مالک کنه مخانه توستی صاحب اونو مخانه توستی یک 4 روز از گله میخواد خنده میخواد اقصی گپا نباش یعنی گپ ما قبول میکنم حتما قبول میکنم مادرت اول بگو مادر جان بگو همین ما مریض است اگر از جا بگو تو بالا شدن نمیتونه بگو هفتاد این تو بگوش بگو از اینجا بگو هفتاد بگو مثلا کمرش تاو خورد چی شده کمرش درد میکنه بگو مادر جان بگو نیست نواز میکنیم از این دروازه میریم دیگه میایم ما خب بیگانه نیستیم بگو خوب است که وقت نه وقت بگو تو مرا ببینیم من تو را ببینم بگو بیخی چپ هستیم یکی دیگر نمیبینیم اوی اما جانو گپا نزن بگویم که من تو را ببینم اون سلما هیچ سرش باز کردن نمیمونه میگه باز تو را ببینیم ما دقیقه سلما نباش سلما خیر سال دیگه چی نمیشه جوان از خون شوگین است یک 4 روز بعد میگه اولاد پدرم است باز اولاد پدر چی فرزندی دیگه دقیقش نباش خب خیره بازی دیگه جیرخونی از زیاد میوزه حالا خوب است و قدر برای زیاد معلوم نمیشه به خاطر اینکه در مسافرت سفر بود و قدر یک جای نبود که چشان دیگه بازم خیر باشه خدا خیر بدید که نمی تو یک کمک اگه دلاسانش نمیکردی خدا جان جور یک ذره خودتان خود سوال بگی خودتان دلپوری بسیش تو یک پدر هستی دیدی پدر تو چی شد مادر تو چی شد کودکی میرفتن واقعا امیرهای کل ماست واقعا من گفتم بچه رو گفتم که بچه زبان خودمون نیست نه هیچ اعتبار نیست لحظه اعتبار نیست هیچ لحظه اعتبار نیست یک پولی میرفتن از شکر کمی آمد شکر کمی مرگ است اگر نی آدم هم میخورد نه بلکن همیار بگو که نام خدا ماجرین از ایران و پاکستان آمده اشاره کابل جای پای ماندن این اگر مرگ نمی بود این چی میشه بیا مادر خوش آمدید بیا خوش آمدید اینجا خوش آمدی خواه سلام علیکم بیادر چطور هستی لالا خوب هستی جانک جون سلام علیکم خوش آمدید بگو آمدم من گفتم باش که ببینیم پرسان کردم گفت نه تو خانه ورم ای لالا در این خانه که میشینم این خانه میخوره من بگو آفرین بدل گرده تو این حالا ما بیشنم یک ازیسو میگه یک ازیسو با گنگسو میکنه با دیوانه میسازه میگه همین قوالی خانه رو بیارم برتان پرت مادر قوالی خانه رو خودم دیدیم که به نام توش خب بازم ما به خاطر از این میگم که پدرم امیر امو طرف به نام امیم نکده باشه چون میفهمی که از ما شما کده فامیل خود زیاد دوست داشت خور بیادر خود زیاد دوست داشت چی میفهمی که امور به نام از مو کده باشه ما شما بریم همین بکشم قواله مرد اسناد خود بگه این خب نام است چیکاره بگه تو چیکاره هستی که خانه ما اومدی چی تو میکنی مردی نداره میره که یک خیمه بخریم بر یک دست مادر ما چرا بریم پیش چشم ما دل ما جمع میباشه ورده پشت کدام کو گمش کور دقیقه از اون نشه آرزو حالا که بردی برای نفسش دیگه چی کنم باز آسانات برای ما چرا یاد میکنی دل تو طاقت میکنه سر از ظلم باشه خیلی چی کنم لازم دسته میکنه حالا میفهمم مادر تو قارسی عصبانی سی قسم میگی حالا ما چی گفتیم امروز گپ نزدیم که دیگه آسناد به ما تو مربوط نمیشه باز چی پشتش گرفتی نیست خور ما نیست خورت میبودم تو کارم میکرد صد که بگوی امیال یک دسلی اونمو بچه بزنیش تو دل طاقت میکنه از این آباد میکنه بسر چی رقم دیگه در ما وصله نما شما دو تا بینتان گپتان فیصله کنیم سگ گله میخواد
از فرزندی بودنش کل خیش قوم خبر داره. چی میگی؟ آخر مردم میفهمونه که تو فرزندیستی. حالا کمک کنیم فامیدا فرزندیست نه. اگر 2 نفر دیگه که برای بوی تو فرزندیستی میگه راست میگه همین من گفته بود. برو اما جان دل جمع من میرم ایناله. بگو بگو مادر بگو اینجا رو بگو واس پرسان میکنم. بگو اینجا رو بگو واس کو. وقت نه وقت میبینیشان از هر خوب خرابشان خبر میشه، هر کار هر گپ که می داشته باشن خبر میشی. گله میخواد قنده میخواد. من خطر دوست دارم، من خطر دوست دارم. نمی که احترام مرا میکنی در دل مریم چیز نگرده. نمیاد از مریم که تو در دلم زیاد شیرین شدی. گله میخواد. من تو زیاد دوست دارم. قنده آمین گره سطح میشه. تو من دوستش دارم. علمت که هر وقت با گفتم میخواد کنی فقط تاج سر مستی تاج سر. همیشه با گپ میکنم ماما خیر ببینی یا بچه حالا میرم کت مادر آفرین بگنی سر طرف بگو واس که بگو امگاکم بگو مریض است از روز نای بلند تا بالاش نمیتونه بگو 70 کمرک شو گور شد واس کت خوبه خوب بارامی که نکد اون داوا و جنگ خواست خلاص من سرش باز میکنم سلما فرزندی سعی بچه چرا میمخه با عذاب بالا میشه از اونجا راست میگم باز کنه مادرت خوبی باز کد که نکد اونا میگم که باز نمیکنیم امی سلمای فرزندی چی کاره باشد یه خانه نه حق داره نه حقوق داره بره پشت رای خود پدر مادر خود پیدا کنه بره پشت اما پشت از اون نگرد ما خودم باز چاره از رو میگم تو اولادی خانه هستی بیادرزاده اصلیم تو او فیلم شروع کرده باز ختم شد ببین که ما خودم نکردم مرچی گفته بگو آفرین خنده میخواد آفرین شما تا گپ دین باز با ما بگو مادر من میگم برو سایسته برو بون خیر اقا جنگ دعا کردن یک دفعه دیگه ممکن بره تو آرزو به اولاد بیادرم هستی نو دیگه هیچ هست هیچ خو خیر اما جان ما برم دیگه طرف از امو که مادر ما پیدا کنم گپ بزن برو خنده میخواد برو دل جمع کار میکنه حتما بچه ما حتما حالا مادر یاد نمیگم کم بود ما برم یک دفعه مادرم صدا کنم مال امیمم راست میگه بیچاره پایش درد میکنه حالی سلما چی کاره باشه که نمانه خدا امیم ما مقداره خالمی را چرا بر ما باز نمیکنه برم یک دفعه که مادرم باید بگوی میگه به سلام مادر والیکم خوب هستی؟ کجا میری؟ آمدم پیش تو میامدم چی میگفتی؟ مادر جان من میگم تو کتابی سلما چی مشکل داری؟ چی را مادر جان؟ کتابی سلما چرا عزت میکنی؟ مادر عالمی سلما چرا کتما می کارا میکنه؟ او روز کتما دعوا کرد جنگ کرد حتی مرا کت سیلی زد ما کدام چیز گفته میشه کدام چیز بعد کدام دعوای جنگ و سرصدای بسیار زیاد کردم مادر جان خود تو امیره گپا بگو حال تو کت از امو چرا خدا میزنی؟ کت از امو چی کار داری؟ چی غرض داری کت از تو؟ حال تو باید به خاطر چی آمدی؟ مادر جان تو بیا این طرف ما کدام طرف؟ بیا این طرف که باران است یه تر میشی تر نمیشم مادر جان یک چیز برات بگویم خفه نمیشی خب دمی خانه این دروازه را باز کنی یگان دفعه بیایم پیشت اول اینی دروازه را گفتم ترکی تحریک کرده ترکی قمی فهمونه که دروازه رو واکنه بر چی دروازه رو واکنم چی مشکل داره گفتم که می دروازه را باز کنی یگان دفعه پیش تو بیایم هیچ نبیا بچیم پیش من اون دو تا دختر است که پیش من است تو پیش همه جانت باش پیش همشیت باش دخترای از دخترها دو دختر تنها دل تو غم نداره کل ما تو غمگین شدیم سونی خانه کار میبینیم بیخ دیوانه زن گشتیم چه رقم بود و حال که میامدیم ما پیشتر کامل سون ازی میبینم سون گردن پتش خدا میته و میکشم پیشتر کامل ما گفتم در خانه که زن نباشه بیخی از زندان وارد زن است که برای خانه یک پای پاچایی دخترم بود نواسیم بود خدایت ترشکت کنند همین روی مردشم لالا من ندیدم در کوما رفتم در شفاخانه بودم ما گفتم پیشتر وقت جنازه دفن شد تا که من به بسیار بعد حالا دید تو رفت در خدا نخواسته بیبیت هم دولت کوما شد خیما کنتانی بودیم بدون صبر دیگه خور چاره نداره چیزی که رضای الله باشد یک دقیقه ما شما به خود اعتبار نداریم نه
که هستیم نیستیم از خانم نبرایم با جان جور زنده یا نه. شکر میکنیم چیزی که رضای صاحب ماست. امو داده بود، امو امانت خود پس از پیش ما گرفت. بشک جنگ دعوا رو چی میکنی؟ جنگ دعوا خب بیازو میکنه. همین مادر بیچاره من ندیدی چه عاجزه است. خب اون خیر اگه مبره خب برای دیگه. اگه نه بره خونه بفهمیم یک طرفه کنیم موضوع را. تحمل کنیم. نمیکنیم. خور بلا پس خور ما مرد به ما کدام خور. سلما چه وقت تو قسم دل شدی؟ از وقت که اسناد امره بیادبی کرد یادت نیست؟ حالا عصبانیستی قارس نیستم خلاص. یک روز دو روز وقت تیز شد خلاص داد. مسند مرد. ما ببینم کنه چیز شوه که تو اول ندبی. چی میشه خانمون خودش انتخاب کرده. اگه ظلم سرش شد خودش انتخاب کرده. امی من نمیشناخت. نه امی من نمیشناخت. میگه چی گناه کرد. در یک خانه جای بودیم. امی من نمیشناخت چی رقم زن است یا بچه پدریشه. خود دلش رفته دیگه چطور کنه؟ خب اما تو مربوط نمیشه. دلش رفته این دیگه مجبور است که کل اگه ظلم میشه سرش بشم روان نکوک مادر بام که برای آرزو بلند میره باز ما تو چطور کنیم؟ خب اگه مادرم نره من میرم خودم میرم. چی گپ؟ بانو دروازه را کنیم. حالا دختر دمیار که تو چور چلک من دمیار گپ تو چیکار است که گپا رو میزنی؟ حالا خوینی دروازه حال دمی دروازه بلند من بالا شدن نمیتونم. این دروازه رو چی کردک من دو دروازه برم؟ حالا من قدیر من قسالا که از این دروازه تا بالا شدی چی کردک؟ خیلی پایدرد کمردرد شدم از این دروازه عدس نمی دروازه این بعد پایدرد کمردرد شدم. خیلی از این راه آسان میرم. زیناگکاشم پخچک هستا میشم. باز کنی هر روز سلما رو میبینی یک گپ میزنی یا او هر روز میده شفاخانه گم مرگ است نیست من کجا میبینم بلند پس شید نمیبینمش. او صبح تا دیگه در شفاخانه گم است. نه که میبینی در یاولی او رو چی چیزا میگی؟ او تو رو چی گپا میگه؟ چیز گفتن نمیتونه چوب چیز بگویه. حالا خوی نمیخوب را بود. خاله دختر دیگه تو بیخی مچم چی رقم هستی پیشین ما را گرفتی. چه باش؟ پشت از وار نگرفته من میگم خودت درد سر میشه اینجا واس کنی. درد سر میشه. اگه به من درد سر نمیشه به خودشونم درد سر میشه. به خدا باز خودت دمر ندیده. بگم از یاد چی باز از یا من چی جور میکنم. تو چی کار داری؟ حال مادر جان خوامی دروازه رو باز که خمام به می خانه حق ندارم. نه دیگه حقت خلاص شد بچم چی حق داری؟ یعنی من در خانه چی کار هستم؟ هیچ کاری دیگه هیچ حق نداری. در خانه دیگه چی کار داری؟ یک شوی حق داشتی که بدل خود گرفتی. اگه تو بدل من میماندی که من تو شوی میدادم بچم در خانه 100% حق داشتی. تو حق خودت از دستت گرفتی. خودت گرفتی حق از پیش ما. دروازه رو دیگه نام شوا نکن. بس است که این مقام مشکل ساز برام شدن. این مقام مشکل بر ما خوشی جور کرده. دیگه دروازه رو کن با بر خودم مشکل جور کنم. چرا مادر جان حالا خوشویم چرا بر تو مشکل جور کنه؟ خب این دروازه رو باز کنیم حداقل از زمین آبری مو را بسیار دیگه یک ذره یک بلند است. بلند است؟ بیشینه دیگه مگه کس این ماری نیاستین است فهمیدی؟ اگه مار آستین نمی بود تو کار با حق من نمیکرد. تو تاریک میکنه بالای ما بالای خور تاریک میکنه. نه امین تاریک نکرده ایگه پناه نه و می تمامش ناسم تو ولی نو کلان شدی شوی پیدا که تو ولی هوشیار شدی فهمیده شدی من نه مادر جان تو میگی امین تاریک میکنه خامیم تاریک نکردم مره بشک یک گپ دیگه است حالا که همین یک چیز باشم یک تو چه مرغ آدم که اگر رقم شود یا گم شود دیگه بسیار دل آدم درد میکنه. خب یه اولاد بود تولید دل بود لالا جان ما خودم کسازوا خونز گرفته بودم مختب شده بودم میامدیم پدنوس چای پیش ما میمان ناز و نوازش میداد قدر عزتی بود دختران دیگه خود ما مقام دارم دل ما خدا خبر است اما دیگه و رشت بریزانیم فایده نمیکنه چرا وارد گناه بزنیم چرا با کسی بدی هم نکردیم که دختران سر نواساییم یه آدم های بدی نبودن دیگه جان او دفعه که آمدم باور که از خارج پروانه و گردم پر میزدن دخترها مادرم جان قربان کل گپشون به جان قربان بود اما این بار که آمدم خانه خالی بی خانه سرم بد خوب داد بچه مال خود دل بتین خود استوال بسازین چقدر تا آمده جان بیبی خود نه آمدم بیبی جان نه آمدی دل به دل را داره پرسان کردم دلای ما پاک از جان بیبی جان شکر که پس آمدی که قوت دلم تو شوی بچه بوی دخترم ازت میاد جان مادر چه بوی بیبی جان بگپ تو میکنی اینا لگه ما برم باز میفهمی که همین باز یک گپ دیگر میخیزنه یک نزای دیگر میخیزنه خب بگپ تو
میکنه چرا نکنه او که زن بیادرش از به گپش نمیکنه مو بیادر زاده خب هر چی باشه به گپ من میکنه همین میفهمم مال چی تو کنیم خیر ایت نمیفهمم اگه میفهمیدم که وقتا میفهمید که نمیفهم به زور میفهمونیمش بره به زور میکشیمش میفهمونیش ولی یه روزو هم از گپ شده خدای تو بخال بره به زور بره دیگه ما مربوط نمیشه گفتم ما که تاسونات کارمار ندارم خدا کنه که امروز اینجا بکشیشم ما که کچ کار ندارم من همین است دیگه فقط ظلم چیش خبر نداشت چی رقم هم است بره خوشوش شده حال دیگه گوشش خوب پر میکنه یگان وقت ما مربوط نمیشه مقصد بره از اینجا اوف خدا می بار چندم است که در روی سلما استاد میشم دفاع از آسانات میکنم خب سلما مق به جانب است اکوان به خوبیش میگه اگه خوبی مال فکر میکرده که هیچ وقت کدی بچه همیم نمگریخ و تا برو عزت مر از بین نمی برد خود چی کنم دیگه دفاع از آساناتم نکنم نمیشه وام خوارم است که تحمل کردن نمیتونم که کس سرش چیغ بزنه یا چیز بگویشه من چون طرف آسانات بگیرم یا سلما رو بگیرم ایران به خدایش مندیم هر دوش خوارای میشه خود جگرخونی مادرم هم دیده نمیتونم حالا من چون دفاع ازی کنم یا ازو کنم خود طرف حق هستم خب بازم نمیخوایم که سلما و آسانات دگم مشکلاتشان زیاد شود دگم بین هم گفتن خیر شود بخی جگرم خون شد اینا سلما هم از مخفه شد خوار کلان هم سر چی که بگوی صحیح میگه راست میگه با بدی هیچ وقت گپ نمیزنه خوبی آسانات هم میخواسته خوب به خوبی خود نفهمید حال دخترشان در پیشم است فهمید یا نفهمید تبر مدرسه یافته دخترشان در پیشم است ایران که دیگه پای خود تحریک کرده رئیسی یا به یخی دزد مادر خود شده دزد سلما شده خود دیگه به نظر تو خیمه باکت گپم تخدید میکنم یه داری مادر شیاش میگم شیانی بخیزه نه همونطور بچه جوان داره یعنی سلمای فرزندی است یک آرزو سکمی بس هم ماموخانه جای بر آرزو میرسه برزی نمیرسه امروز نه صبح 4 روز بعد 5 روز بعد 1 ماه بعد حتما یکی دیگه یک دو نفر دیگه سلما میگه فرزندی سی حتما سلما میره پدر مادر خود پیدا میکنه یک خانه کلان دیگه طرف بر آرزو بونه بر از این نمونه یک نداره حالا گپ حق و حقوق بخی گم شو برو بخی خاک زمین سرت گم شو گم که خدا بخی گم شو زود بر گم که خدا دست سرت شوه یاد که رای خوبه برمیاد بتی غیر پشت بر طرف داری از داره میکنی که تا بچه جوان داره چی بله سر بچه شان سر خامده باشی خب بچه جوان هم خود نداره یک مامای بودن زنده مردش گم شد دست سرت خب من خودم آمدم پیش گفتم هم دروازه رو باز کنید از خاطر که راه پخش است بتانیم از اینجا بریم برای چی پیش تو بیایم یا از این راه شاخک بشکنم برای چی دختر برای چی اینمی یک روز کنم خوار تا بالش سلما خبر نشه از دیگه که سلما خبر شد دنیا رو قیامت میکنه که چطور دیرا دان خدا باز کرده دمیرام چشم خدا گرفته آل مادر جان چرا نام سلما رو میگیری سلما بروز که من اینجا دعوا کرد یک رقم تسلی بر من زد که میال گام رویم درد میکنه یک گپ میزنم دختر کات شویت ساتری میکنی گپ میزنی هر چی که میکنی پیش خانت بکن اینجا نه پیش کلکنی دختر نباش چی کار داری اینجا چی میکنی که این خانه این کلکنی اینجا دختر تو میای گپ خود هر جایی که برم دیگه سلما اینم تو پشت ما گپ میزنه سلما کار غرض نداره سلما تو دختر نیست که هر کس دان پرته اون پیش خانه که میگافت نرسه گوشی تناره بردم خانه که کار بارتا که پشتی جا نگرد پشتی دالیز مالیز نگرد فهمیدی برو دختر بانی ما را قرار آلی خواهمیم مادرم هم نمیمونه حال مامیم باز چی بگویم این کار سلما است سلما نمیمونه مادرم که کار بکنه خدا ما برو مامیم بگویم دیگه نمیمونه این نمی رقم کارا رو میکنه هر چی که گفتم که ما بخی دعوا کرد میگه سلما نمیمانه و که شما میایین چرا سلما را قدر اذیت میکنین که تو میکنین از زیرا سلما میره ما باز نمیکنه میگه دروازه دالیز واکو اینی دروازه رو واکو که ما بر او رفته آمده نمیتونه مینویسه نزدیک است که ما بیایم خبر تا بگیرم نزدیک است که برم بابا تو که دی خانه میمونه اینا دادام انداخته کمی را گپت برات بیارم چی میگه خواه حالا یه از مام کده ضعیفه مکانه لالا خوب تکل است
اقا تعریف های تا کردم برش. کی بود؟ آرزو چی شد؟ با قرآن همه که نمیکردم. من دختر چی میکنم خورد سر زیاده گیره. اینجا رواز کن که حق برمان برسه. نام خدا زندگی سعی دارن خوب فهمت که بچان و خدا هم تعریف میازیدم قد تعریف میکرد. من ندیده بودم. خوش مرا آورد به خدا. شکر که آمدی همه ایش بخیر بیاست خانه ما. یک دلواز کل شهر معلوم میشه.